سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم اولین افزونه وردپرسمون رو بدون دانش برنامه‌نویسی بنویسیم. وردپرس یه سیستمی هستش که برای مدیریت محتوای سایت ها هست و برای افرادی که دانش برنامه‌نویسی ندارند خیلی مناسبه برای اینکه سایت بالا بیارن. حالا من ایشالله آموزشش رو بعدا میذارم، چیز خاصی نداره راه اندازیش، ولی شما با یه سرچ ساده میتونید تو آپارات یوتیوب سرچ بکنید و ببینید که با چه تنظیماتی و چه کارهایی میشه وردپرس رو آوردش بالا و خیلی مسئله خاصی نداره. حالا ما میخوایم امروز یه افزونه وردپرس بنویسیم. میایم توی محیط جمنای به آدرس gemini.google.com، میایم مثلا میگیم که میگیم یه افزونه وردپرس بنویس که فقط یه فایل PHP باشه، نمیخوایم خیلی گسترده باشه، میخوایم یه چیز خیلی ساده باشه واسه شروع انجامش بدیم، که یه آزمون 4 گزینه ساز باشه، اینجوری که توی داشبورد وردپرس ما آزمونمون رو ایجاد کنیم و واسه 4 تا گزینه‌اش پاسخهای مختلف میذاریم و بگیم که کدوم گزینه درسته و بعد ساخت هر آزمونم که حالا هر سال دقیقه داشته باشه یه شورت کدی بده که اون شورت کد رو هر جای سایت که قرار بدیم اون نرم افزار یا افزونه آزمون سازمون اون آزمون رو قرار بده و ازش بخوایم که بسازه. شروع به ساختن میکنه. توضیح میده که اینو تو کدوم قسمت وردپرس باید گذاری کنیم. میگه تو قسمت پلاگینا که حالا همون قسمت مربوط به افزونه هستش میگه و شروع میکنه به نوشتن کد. بعد از اینکه کد رو نوشتش ما این فایل رو ذخیره میکنیم. گفته به چه نامی گفته به این نام ذخیره کنید. اینو کپی میکنیم، فایل PHP رو به این نام ذخیره میکنیم. بعد ببینید شما باید اینو تبدیل رو زیپ بکنید چون همینجوری قابل قبول نیستش. راست کلیک میکنیم، از تو آرکایو رو میزنیم، زیپ رو میزنیم و زیپش میکنیم. بعد از این ما میریم که اینو تو محیط وردپرس ایجاد بکنیم ببینیم چه شکلیه. اگه سایت وردپرس که دارید که اوکیه، ولی اگه سایت وردپرس ندارید یا میخواید توی یه محیط آزادانه امتحان کنید، من سایت playground.wordpress.net رو بهتون پیشنهاد میدم. این یه سایت خیلی خوبیه که با استفاده از کانفیگای خود سیستم شما و با استفاده از خود ظرفیت شما به صورت سبک وردپرس رو ایجاد میکنه. یعنی شما حالا بذارید یه بار بزنم ببینیم. شما میرید میزنید playground.wordpress.net که لینکش هم براتون میذارم و شروع میکنه به ساختن یک سایت حالا حالت آزمایشی و آزمایشگاهی وردپرس. خب همونطور که میدونید واسه اینکه وارد تنظیمات وردپرس بشیم روی این قسمت کلیک میکنیم، وارد قسمت پلاگین میشیم، اد پلاگین رو میزنیم. اینجا حالا مخزن وردپرس پلاگینایی که به صورت عمومی هستن اینجا هستن. ما چون حالا پلاگینمون به صورت خاص رو باید آپلود بکنیم به گزینه آپلود میزنیم، چوز فایل رو میزنیم، تو دسکتاپ خودمون توی حالا سیستم خودمون میگردیم که پیداش بکنیم، بعد اینستال میزنیم، بعد بگیم اکتیو بکنه. خب
این اکتیو شد و اینجا گزینش اضافه شد. حالا بزنیم ببینیم چه شکلیه. خب مثل که اینجا افزودن آزمون داره. افزودن آزمون رو میزنیم. مثلا چی بزنیم خدا رو خوش بیاد؟ مثلا میزنیم مثلا آزمون در مورد مثلا پایتخت کشورها. بعد سوال مثلا میگیم که آقا مثلا پایتخت ایران کجاست؟ بعد مثلا گزینه‌ها مثلا میگیم تهران و اصفهان و شیراز و مشهد. بعد فکر کنم این واسه گزینه درسته. مثلا این گزینه درست اینه. بعد میریم مثلا میگیم پایتخت فرانسه کجاست؟ بعد مثلا میگیم روم. مثلا برلین، مثلا بوداپست، پاریس. مثلا میگیم پاریس درست. خب مثلا پابلیش میزنیم، الان منتشرش میکنیم، آزمایش ببینیم چه شکلی. میریم توی آزمون ساز دوباره آهان اینجاست. شورت کد رو اینجا کد نوشته. شورت کد رو کپی میکنیم، در واقع کنترل سی رو میزنیم، میریم مثلا توی پست مثلا میذاریم اد پست، یه پست که مثلا منتشر بکنیم. این محیط بلاکی جدید وردپرس، میتونید ادیتور کلاسیک هم نصب بکنید، ولی خب تو وردپرس های دیفالت این شکلی مثلا میزنیم پایتخت ها. اینجا هم فکر کنم شورت کد اینجا کار نکنه، باید یه چیزی که اختصاصی شورت کد باشه، آره اختصاصی شورت کد باشه بزنیم ببینیم چه شکلی میشه. خب پابلیش رو میزنیم، مثلا منتشر میکنیم در این محیط شبیه سازی شده، میزنیم ویو پست و این میادش دیگه. میگه پایتخت ایران کجاست، مثلا میزنیم تهران. بعد مثلا این هم مثلا اشتباه میزنیم پایان آزمون مشاهده نتیجه، میگه آقا پایتخت تهران درسته، این بوداپست غلط و پاریس. بعد مثلا نکنید مثلا فونتش زیاد قشنگ نیست، یا مثلا عددش مثلا انگلیسی خیلی قشنگ نیست و اینا. خب حالا واسه اینکه اینو تغییر بدیم چیکار میکنیم؟ میام توی محیط اینجا مینویسیم که لطفاً تمام اعدادش فارسی باشن، به خصوص شماره، سوال و 3 نقطه، و فونتش هم به یاد زنده یاد فکر کنم راست کردار بودش، وزیری باشه. راست کردار بود فکر کنم که بنده خدا این فونت رو ساخت، یکی از بهترین فونت های وب فارسی و به رحمت خدا رفت. و خب یکی از معدود فونت های خیلی خوب متناسب وبه که رایگان دیگه، شما آزادانه هر جایی که دوست داشتید بتونید استفاده بکنید، تو وبسایتتون، تو هر جایی و اینا. و از جایی که رایگانه به صورت عمومی هم منتشر شده، خب مثلا این مدل های زبانی دسترسی دارن، ولی مثلا ممکنه مثلا بگید ایران سنس و اینا هم
حالا ایران سنس هم بگید ممکنه انجام بده، به هر حال قاعدتا سعی میکنه انجام بده، ولی خب اون دینی که رو گردنتونه، چون برای این فونت رایگانی نیستش، اینا وجود داره، ولی خب این وجود نداره. خب اینو نوشت و ما میریم اینو کپی میکنیم، میریم اینجا این فایل زیپی که از این ساخته رو پاک میکنیم، اینو میزنیم، اینو پاک میکنیم، این فایل جدید رو میزنیم و سیو رو میزنیم، بعد دوباره اینو تبدیل میکنیم به فایل زیپ و میریم دوباره توی قسمت پلاگین های وردپرس اینو دی اکتیو میکنیم و دیلیتش میکنیم، قدیمی رو اد پلاگین میزنیم، آپلود پلاگین میزنیم، این جدیده رو که زیپ کردیم انتخاب میکنیم، اینستال رو میزنیم، اکتیو رو میزنیم. خب اومد، ببینید وصل به دیتابیس قدیمی با اینکه پاک کردیم، ولی این تو دیتابیس این آزمونی که ساختیم هستش و حالا مثلا روش هم بزنیم چیزش هم همونه، شورت کدش همونه، پس اینجا نمیخواد تغییر بدیم، احتمالا اینجا یه رفرش بکنیم درست بشه. بله نگاه کنید چقدر فونتش قشنگ شد، مثلا میذاریم تهران، میذاریم بولفش، یعنی فونتش قشنگ شد، اعدادش فارسی شد و خیلی چیز بهتری شدش دیگه. بعد میایم اینجا چیکار کنیم خوب بشه، میگیم ظاهر آزمونا رو خیلی مدرنتر و قشنگتر بکن و دکمه ها رو قشنگتر بکن و نتایجش استایل و شکل بهتری داشته باشه. نتایج آزمایش، حالا اینا اینجا می نویسیم چون ممکنه بکن نتایج چیزی بگی. ببین هر چیزی رو باید توضیح بدید واسه مدل زبانی، یعنی این تفکر که نه اون خودش متوجه میشه اینا رو بذارید کنار. خب آره مدل های جدید سعی میکنن متوجه بشن منظور شما چیه حتی اگه نگید، ولی توی کار حرفه‌ای همه چیز رو باید توضیح بدید. آره اصلا بعضی وقتا دوستمون یه مقدار گیر میکنه، دوباره اینو میزنیم، بعضی وقتا حالا نمیدونم به خاطر سرعت اینترنت، به خاطر اختلالای خودشه، مثلا تو شما تو ادامه چت یه چیزی که مینویسید یه جواب نامربوط میده و بعدش مثلا متوجه میشید که اصلا پاسخ شما نرفته واسهش و وقتی رفرش میکنید میبینید که اصلا تو آخرین پیامتون نوشته نشده. واسه همین هر از چنگایی که مثلا اینا به مشکل میخورن و اینا یه رفرش بکنید خوبه، واقعا بد نیستش. این هم جالبه دیگه، نگاه کنید برای گزینه میکنیم تیره میشه. شما میتونید مثلا تو محتواتون یا هر محتوایی که خواستید هر آزمون طراحی بکنید و شورت کدش رو بنویسید. خب جمنای که حالا این روزام خیلی نقل اینه که از رقباش جا موند و ضعیف شده، کدمون رو نوشت، آخرین کده و نداریم کد قبلی رو دوباره چیز. اینو دوباره باز میکنید، تمام محتوای قبلی رو میزنید، بعد جدیدا رو پیست میکنید،
فایل زیپ اینو درست میکنید به همین سرعت اینو دی اکتیو میکنید و حذف میکنید و بعد جدیده رو میزنید. یعنی به همین سرعت هی ادیت میکنید. خب این وصل به دیتابیس و شورت گذاشتم که همونو، پس این نمیخواد چیز کنیم. اینو یه رفرش بکنیم ببینیم نکنید. جفتش جواب دادم. ببینید خیلی قشنگتر شد. حالا یه نکته مارکتینگی هم بگم بهتون. یه نکته مارکتینگی بگم و این ویدیو رو تمام کنیم دیگه، از 17 دقیقه بیشتر نشه. شما میتونید بگید که قبل از اینکه آزمون شروع بشه نام و نام خانوادگی و شماره موبایل افراد بپرسن و با اینا کمپین بسازید. خب مثلا دیدید این کمپین ها میگن برید فلان آزمون رو بدید خیلی نتیجهش مهمه و اینا، شما اینجوری میتونید کلی آدما رو بیارید توی اون حالا لندینگ پیج که ساختید و کلی شماره موبایل حالا مشتریای بالقوه خودتون پیدا بکنید، بهشون زنگ بزنید، آفراتون رو تو اس مارکتینگ پیامک کنید، از این کارا بکنید. و این یکی از راههای خیلی جالب مارکتینگ. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و من سعی میکنم که از این به بعد از این آموزش رو بذارم و کم کم دیگه باید بریم به سمت این که هر چیزی و وبسایتش رو بدون اینکه دانش برنامه‌نویسی داریم بسازیم. متشکرم.